رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از رهبری اداره فدرالی تفتیشات جیمز کومی درخواست کرده بود است که تحقیق پرونده روابط سابق مشاور امنیتی کاخ سفید مایکل فلین و روسیه را قطع کند. این اطلاع را منبع نشر کرد که با یادداشت‌های کومی در ملاقات او با ترامپ آگاهی دارد. خبر روز سه‌شنبه درست یک هفته بعد از آن پخش شد که ترامپ رئیس اداره فدرالی تفتیشات یا FBI جیمز کومی را از مقامش برکنار و سپس در ملاقات با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف اطلاع مخفی درباره گروه دهشت افکن دولت اسلامی را بررسی کرد. با نوشته رسانه‌های آمریکایی ماه فوریه یک روز بعد از برکناری مایکل فلین از مقام مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، ترامپ با کومی ملاقات انجام داد و سابق رئیس FBI در این باره یادداشتی هم نوشته است. با قول منابع آشنا با محتوای این سند، ترامپ اظهار امید کرده است که کومی تحقیق قضیه فلین را کنار می‌گذارد. فلین 13 فوریه در حالی از مقام برکنار شد که درباره ملاقاتش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک به نایب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس اطلاع غلط داد. I was shaken by the report in the New York Times that alleged that the president tried to من از گزارش نیویورک تایمز که پرزیدنت سعی نموده است تحقیق فعالیت‌های متفق نزدیک سیاسیش از سوی FBI را متوقف کند تکان خوردم. و این حادثه همگی یک روز پس از آن به وقوع پیوست که پرزیدنت احتمالاً معلومات مخفی را به دشمن معلوم فاش کرده است. نگرانی ها درباره امنیت ملی ما، حاکمیت قانون و بلندترین نهادهای قدرتی کشورمان افزایش می‌یابد. کشور با امتحان روبرو شده است که مثلش را ندیده است. من به تمام همکارانمان در سنت میگویم تاریخ مراقبت دارد. من منبر را ترک میکنم. در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی کانگرس وکیلان حزب دموکرات طلب کردند که محتوای ملاقات ترامپ با کومی ارزیابی شود و تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا ادامه یابد.